بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبی وزاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از ماندگارهای رسول الله صلی الله علیه و سلم حجره ایشان هست که معروف هست به حجرة النبی، حجره رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، در میان منبر و خانه من روضه‌ای هست و گلزاری هست از گلزارهای بهشت، و اشاره می کنند به طرف حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. ما می دانیم که هر یکی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که مسجد بنا شد، در کنار مسجد در ظل شرقی مسجد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خونه هایی رو ساختند، من جمله حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که نزدیکترین حجره به مسجد و به روضه بود. این حجره همان گونه که ما می‌دانیم محل دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. رسول الله و دو یار غارش ابوبکر و عمر که در زندگی همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، آنگونه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگوید که من بارها از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمودند من و ابوبکر و عمر رفتیم، من و ابوبکر و عمر آمدیم، من و ابوبکر و عمر فلان کار را کردیم، یعنی این که همیشه همراه بودند. و بعد از وفات هم این افتخار نصیب ابوبکر و عمر شد که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. جریان دفن این سه بزرگوار در خانه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از این قرار هست که یک روزی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خواب دید که 3 ماه در حجره ایشان نازل شد و این خواب خودشون رو رفتن با پدر بزرگوارش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تعریف کردند. و بعد از این زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدونستند که کجا دفن بکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم را. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمود که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که انبیاء الهی هر جا فوت بکنند در همانجا دفن می شوند. این گونه شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم را در حجره عایشه رضی الله تعالی عنها و در همان جایی که وفات کرده بودند دفن کردند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که این ماه اول هست که در حجره تو نازل شد و فرود آمد، و بعدها ماه دوم خود
ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود و ماه سوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، که زمانی که ایشان فوت کردند به فرزندش عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما گفتند که بعد از وفات من برو پیش حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و از ایشون اجازه بخواه که مرا در کنار دو رفیقم و دو صاحب و یارم در اونجا دفن بکنند. بعد از این که پیام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رسید، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنه فرمودند که جواب سلام عمر را دادند و گفتند که کنت اریده لنفسی فلأؤثرنه اليوم على نفسی، من اینجا را برای خودم در نظر داشتم اما من امروز عمر را بر خودم ترجیح می دهم. و بعد از این که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وفات کردند، در حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن شدند. از قسمتی که ما برای زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم می رویم و روی ما به طرف حجره رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، ابتدا قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جلوی روی ما اولین قبری که وجود دارد، البته اکنون دیده نمی شود، حصار کشیدن. در زمان بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دیوار کاملی را و 5 ضلعی را دوربر حجره رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع کشیدند. نخستین قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و بعد از آن قبر حضرت ابوبکر صدیق و در آخر قبر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه است. و هر یک از این قبرها به ترتیب پشت سر یکدیگر هستند با یک فاصله ای که به طرف شرق در واقع یکی می کشیده شدند. یعنی قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر اینجا باشد، قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک مقداری بیشتر به طرف شرق هست پشت سر رسول الله، و قبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد از ایشون هست یک مقداری پایین تر از قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم اجمعین. جریان خانه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، همه ما میدانیم که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها محبوب ترین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و رسول گرامی اسلام دوران بیماری خودشان را هم سعی می‌کردند که حتما نوبتی را که همسرانش داشتند مراعات بکنند. اما وقتی که بیمار شدند هی میپرسیدم که فردا نوبت چه کسی هست، فردا نوبت چه کسی هست. ازواج مطهرات متوجه شدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میل قلبیشون این است که در خانه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تیمارداری بشوند و بیماری خودشان را آنجا سپری بکنند. تمام ازواج مطهرات جمع شدند و اجازه دادند و گفتند که ما از حق خودمون و نوبت خودمون گذشتیم و شما در حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در واقع بیماری خودتان را بگذرانید و استراحت بکنید. خواست الله متعال این بود که این فضیلت و کرامت را به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و ابوبکر صدیق بدهد. از میان تمام همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب ترینشان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بود و الله متعال هم این را مقدر فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین لحظات عمرشان را در کنار حضرت عایشه باشند، بلکه آنگونه که در روایات اومده سر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر دامن و بر سینه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بود و الله این رو مقدر کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجره عایشه از دنیا بروند و در اونجا هم دفن بشوند. و این یک فضیلتی دیگر و افتخاری هست برای حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها
و همچنین برای ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما که هم در دنیا رفیق و همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و هم در عالم برزخ و در قبرشون و هم انشاءالله که در روز قیامت جز مقربترین انسانها به رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهند بود. حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مانند خود مسجد النبی در طول تاریخ ادوار مختلفی رو سپری کرده. در زمانی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اومد و مسجد النبی رو تعمیر کرد و توسعه داد در سال 17 هجری، به جای دیوار چوبی که از شاخه درخت خرما بود، یک دیواری رو در اونجا با سنگ ساختند و بعدها در زمان ولید ابن عبدالملک در سال 88 تا 91 در واقع تعمیر کردند مسجد النبی را و توسعه دادند و عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بقیه حجره های همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم را خراب کرد و در مسجد افزود. ایشون اومدن دور بر حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم یک دیوار 5 ضلعی رو ساختند. دیواری رو که 5 ضلع داره ساختند دور بر حجره و بگونه ای که به خاطر اینکه شباهت نداشته باشد با خانه کعبه که خانه کعبه به صورت مربع هست و 4 ضلعی هست و حجره را به صورت 5 ضلعی ساختند. و در طول تاریخ حکام دیگری که اومدند تغییراتی را ایجاد کردند یا تعمیراتی را ایجاد کردند، این دیوار رو در واقع و حجره را تعمیر می‌کردند تا اینکه در سال 678 هجری سلطان محمد ابن قلاوون صالحی اومد و قبه‌ای را بر روی حجره رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخت. قبل از آن تا قرن هفتم هیچ گونه قبه‌ای بر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخته نبود و اولین کسی که این کار را انجام داد سلطان محمد بود که این قبه را ساختند و بعدها در دوران عثمانی ها در زمان سلطان عبدالحمید ایشون اومد و هر کسی که می اومد در این زمان هم در واقع قبه رو تعمیر می‌کردند و هم حجره رو در واقع تعمیر می‌کردند. در زمان سلطان عبدالحمید اولین کسی بود که ایشون آمد و قبه رو رنگ سبز زد، رنگ آمیزی کرد قبه رو با رنگ سبز در سال 1253 و از آن تاریخ به بعد این قبه معروف شد به قبه خضرا و قبل از آن در واقع این رنگی رو نداشت و بعدها حکامی که آمدند هر کسی سعی کردند که این قبه و مناره رو در واقع تعمیر بکنند و رنگش رو نو بکنند که تا امروز هم این در واقع وجود دارد. و این حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست که یک عمری رو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در این حجره در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی فرمودند و دروازه‌اش باز بود به طرف روضه، به طرف مسجد، به گونه‌ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم در ایام وقتی که اعتکاف می نشستند کنار در می نشستند و سرشان در کنار چارچوب در بود و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در اون زمان و در آن حالت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم را شانه می زدند. این حجره رسول الله صلی الله علیه و سلم خاطرات زیادی رو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها برای ما بیان کرده. از زمان ساختش که ما میدانیم زندگانی رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حجره چگونه بوده، نمازهای شبی را که میخوندند چگونه میخوندند، چند رکعت میخوندند و با چه کیفیتی میخوندند، احکام فقهی زیادی رو در واقع از خاطراتی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده برای فقها امروزه واضح و آشکار هست. امیدوار هستم که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را به اون مقام محمود و جایگاه بلندی که وعده دادند انشاءالله نایل بگردانند و تمام من و شما را هم مشمول شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانند. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر در مورد
مدینه منوره و مسجد النبی شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة